در اینجا بپردازم به کمپین دادخواهی که شما هم آگاهی دارید و یکی از اولین حامیان این کمپین بودید و پیوستید به این کمپین و از اون حمایت کردید. در یک زمان کوتاهی این کمپین به راه افتاد به خواسته پدر زنده‌نام پویا بختیاری. جناب منوچهر بختیاری در گفتگویی که با نماد ملی، وبسایت نماد ملی ایران داشتند، در اونجا این درخواست رو اعلام کردن از ملت ایران، از مردم ایران در خارج از کشور و داخل کشور، و خواستن که فریاد دادخواهی اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. ارزیابی شما چه است؟ آیا این کمپین میتونه اون خواستگاهی باشه که همه ملت ایران رو حول این موضوع دادخواهی که بسیار هم مهم است با توجه به 41 سال ظلم و ستمی که از طرف رژیم شده، کشتاری که شده در طول این 41 سال، از فردای 22 بهمن تا همین حمله موشکی به هواپیمای اوکراین، آیا این میتونه یک موضوع ملی باشه برای اون اراده ملی و اون در واقع گرد همایی ملی همه ایرانیان از دیدگاه شما؟ ببینید، اشغالگران ایران باستی بدونن که به لطف هوش مصنوعی در این مورد هم چند همایش برگزار کردن. میتونید به اونها مراجعه بکنید. ما برجسته ترین پژوهشگرانی داریم در زمینه هوش مصنوعی. جنایتکاران در ایران، این اعضای این رژیم بدونن که هر کجای دنیا که برن به سادگی شناسایی میشن، به سادگی شناسایی میشن و این مسئله مهمی هست. یعنی نباید فکر بکنن که میتونن جان جوانان ایران رو بگیرن و به همین سادگی ما هم از اون میگذریم. بنابراین خوشبختانه این هم خبر خوبی هست و این رو باعث مرتب یادآوری کرد که فکر نکنن که میتونن از این جنایت ها به سادگی بگذرن. ما در سال حداقل 500 تا 600 دار زدن داریم به طور میانگین در ایران عزیز خود ما و خود این مسئله نشون میده که سالی نیست که جوانان ما مبارزه نمیکنن. ما فکر میکنیم که همه ساکت هستن. در کجای دنیا سالی 600 نفر رو رسما دار میزنن؟ در هیچ کشور دنیا. نخستین کشوری که اعدام انجام میده چین هست، اما جمعیت چین 1,300,000,000 نفر هست. از اون جمعیتی که بالا بگذاریم مقام اول به ایران میرسه. رژیم جمهوری اسلامی سالی 600 نفر رو دار میزنه در میهن عزیز خود ما. بنابراین صدها هزار جوان ایرانی در این سالها کشته شدن و خود این تایید میکنه حرفای بخش نخست من رو با شما، با بینندگان عزیز شما، که مردم ایران ساکت ننشستن، جان اونها هم به لبشون رسیده. اما همونطور که گفتم امروز پویاها بایستی بدونن، نداها بایستی بدونن که ایرانیان خارج از کشور اونها رو از یادشون نبردند. اونها بایستی بدونن که ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم که ما هرچه داریم از صدقه سر ایران هست. میهن خودمون رو فراموش نمی کنیم. و از اون طرف جنایتکاران هم بایستی بدونن که هر کجای دنیا که برن با ریش و سیبیل، با عینک شناسایی میشن.